مشق بنویسم؟ میشه امرو ننویسم به جاش فردا بیشتر بنویسم؟ سرم خیلی درد میکنه، اصلا جلو چشام نمیتونم ببینم. فارسیش من بنویسم به جاش ریاضیاش تو حل کنی. خیلی گشنمه، هیچی نداری بدی بخورم؟ این مداد تراشو جنسش خیلی خوبه. از کجا برن اسدی؟ دماغ من گرفته، گمون دارن سرما میخورن. میخوام بگم فردا سام و شروین و لیام و ماهان و مهداد بیان خونمون باشه. اگه بگی باشه می‌نویسم. میخوام برم دستشویی، دلم درد میکنه. یک کمی دستم ماساژ بده، دستم خیلی خسته شد. تو مدرسه‌مون هیچ کی از اینا نداره، فقط من هستم که 598 تا رنگ مداد رنگی دارم. زنگ بزن بابایی بگو برن چیپس بگیره. تو بلدی تو بدو تو دستات همزمان دایره بکشی؟ همه بچهای مدرسه‌مون مریض شدن. من فردا نمیرم مدرسه. اگه برن حتما تپ میکنم. میخوای من مریض بشم؟ چقدر پاکنوب خوبی میده. محمد موسوی امرو دفتر رو انداخت رو زمین، عمدنیه، فردا بیا رو سرش. میای؟ باشه ریاضیشن خودم مینویسم، ولی بعدش باید پیتزا سفارش بدی. 99 ساعت هم میخوام ماینکرافت بازی کنم.